PKK و شرکرنا به وکالت لدیج هریما کردستانی PKK شر فرود پدکی و به همو هزاق و کارج بونا برنا ستاتویا باشور کردستانی کر. هرچند اف سیاست نهایی PKK لهمبر باشور کردستانی و پارتی نوی پارچه کردستانی به تباهی و پارتی دموکراتیا کردستانی PKK به تیبتی دمشینه باش سال 1990 دا زیرتر بویه. PKK نها بیترج هر دمکیدن هیزین خوین چکداری لباشور کردستانی کوم دکو. هر وها او بزاوین کردان ین لآوروپای بر بنماند به. ین مایی به تنی PKK و ین کنه. پارتیا دموکراتیا کردستانی پارتیا هری بهزیا کردستانی بو به تیبت لناوچه بهدینان و بوتان باکور کردستانی PKK به تنی خوف و حزر جبو به پارتیا دگر هرچند پارتیا دموکراتیا کردستانی هزا خویا چکداری و جماوری هری مازن هبوجی لی تجاران لدیجی پارتین ولات پاریزو نچو لدو چپرانده بلکو لجیه زمان شهر زمان دیپلوماتیک بکارانی و به زمان که نرم و بگشتی لکردستان باکور و به تیبتی جی لنافچه بوتان جیه خو بکر پدک بریا عشایرین وی نافچه بنگی هک جخورا آوا کر لی بلی لسال 1991 ده باش سرهدان گل باشور و بجیبون آزادی باشور ولات و درست کردن هریما باشور PKK اف پارتیه به متاسیه که هری مزندان آساندن ترسا PKK اف کن نکاره وقت دخوازه لنافچه نجیر دستلدا PKK ده گل کرج خوره کسب بکه و لدیجی هزران نتوی و دولتا سر بخور راوسته هر وقتا PKK پینگا بکی دروکی آوید به PKK شرط پیرا فروشتیه یا اشکریه که هر داما PKK لباشوری اولاد پینگا بکی دروکی آوید به PKK شر چکتاری یا بو وکالت به PKK فروشتیه آنکو PKK شر به PKK فروشتیه PKK جخوره لاوازیه که هری مزند بینه و کن نکاری پاش سرهدانا باشور لسال 1991 ده خل باجرن باشور بجیبه که و عاطفه گل باشور جبو خور راکیشه PKK لسال 1991 ده تا کو بکاره به حزب لباشور پارتی کردی به ناو پارتی آزادی کردستانی پاک دا مزراندو هزک چکتار جیرا درست کر جبو وی که اوجلان گل کسایتو نادارین عشایرین باشور داخواز که شامه و اوجلان تکوشین جبو وی کی دیگه و پاک بکه جگیری PKK لسال 1992 ده باش درست کردن حکومت باشور PKK دشمنتای خو لهمبر وی یکی دیای کرو شر به PKK فروشت PKK لدیجی حکومت باشور نافچه بوتان و بهدینان شر دیگر PKK کر هربت اف یک به وقت بر هم کرنا پیش وقت بو اف شر PKK دیگر حکومت نوی آوابو یا باشور انجام دای بو سدم که حکومت حریم باشور هرجی دست PKK درست منخبر لواز بده PKK به تو آوای که اف شر به شر براکوژینه ناساند بلکه اف شر به شر لدیجی ایخانتی داناساندن و لگور PKK ایخانت اجتماعی انجام داده جبر وی که شری لدیجوی دیگه جسال 1992 پیدا PKK هزا خویا سرک خسته دوی شری لدیجی PKK را بهانه یا PKK جی بوکو ایخانت PKK اوه کو PKK نزدیک ترکیه یا راستش گیدنه اف دیجی اوه جبر کو ترکیه و ایران و عراق نکارین جبر آمریکای از منا باشور ولات جناب ببن PKK به وکاره ارکدار کرد بو واته کدن ام دکارن ببیجن کو هر دجاتی و شرپ فروتنا PKK به باشور و PKK را دولت که مینا ترکیه و ایران و عراق لپشته PKK برنامه یا وان دولت ام بجیدی که لسال 1992 ده PKK ایخانتی که هری مزن لکادرون فکر دمادوی سالی دا PKK شرپ PKK فروشتی لناسچه هفتانی 19 گریلاین و بریندار دکبن PKK وان برینداران دبه و لشکفته که وی نافچه بچیدی که PKK داخواست که وان برینداران نخوشخانه که حولی تداوی بکه لبری جمیل بایق بریار دکو هر 19 گریلا ورن قتل کرنو دبیجه قتل کرن وان گریلان پر برومتر جویی که PKK تداوی وان بکه به بریار جمیل بایق تقل وان گریلا تکرنو 18 کسین کشتن گریلا که بناو جاهیده کو خلقا دیری که زندی خلاص دبه جیبه کمکوجیا بریار جمیل بایق خاطی انجام دان پاش کو جاهیده خود هینه جهه که اوله راستی جه هر کسی که را دبیجه و دیار دکه و او گریلا به بریار جمیل بایق خاطنه قتل کرن و به ویری بایق دخواست و ها نشان بده و PKK بریندار و دیلین PKK دکوجه و پاش دیار بونا و راستی اوجلان دیگر سکرداتی PKK مینا هر جر به بیاری دوشیرنو به تو آوایی که رینادن باس سر بیکرن لسال 1993 ده PKK گلک ولات پاریز لأوروپای و پارچه دینی کردستانی لکامپا زلی و لباشیر کردستانی کم کرن دا که مجلس نتوی کردستان آوا بکه آر راست مابست سرکی یا PKK آوا کرنا مجلس که نتوی نبو بلکه مابست به دیجیتی کرنا پارلمانتوی باشیر کردستانی بو هج عالی هیز ناو دولتی دام پیدا هاتن کرن PKK جبوه مابست آخوات 200 کس لزلی کم کرن پاشه اف کسه و دیگران جه خویین کل باکور کردستانی جه هاتی و دوگردان دا جه عالی دولت ترکیه هاتن گرتن و کشتن
ارکین پککی د دست نشان کرنا ولات پریزان دا کشتنا وان به دست ترکیه فرصا سرکی یا لسر هلده ده اوه گلو چما دما پککی نکاری گلو ولات پریزان بو پاریزا وان کاراندکه برسیف جی اوه پککی به ارکی خوراده به او ارکی دولتا ترکیه پیدایه او ارک جی اوه کو کسیم برنیا سو ولات پریزان کرد دست نشان بکیو به پیلان وان کسان به دست دولتا ترکیه بدت کشتن